یه لحظه تصور کن یکی بیاد جلوت بشینه، تو چشات نگاه کنه و بهت بگه این چیه؟ فارغ از این که چه اتفاقی تو زندگی بیفته، فارغ از این که از کجا سر در بیاری، فارغ از این که چی کار بکنی، همیشه عاشقانه پیشتم، کنارتم، هیچ وقت ترکت نمیکنم، هیچ وقت تنهات نمیذارم، همیشه برات خوب میخوام، همیشه کنارت خواهم بود. یه لحظه تصور کن یه نفر تو چشت نگاه کنه، اینو بهت بگه و بتونی بهش اعتماد کنی. خیلی هم میتونن از این حرفا بزنن ولی به کمشون میشه اعتماد کرد. سوال من از تو اینه، چرا خودت برای خودت این آدم نیستی؟ تو که میبینی چقدر کیف میده یکی به آدم اینجوری بگه و تو بتونی روش حساب کنی. اکثر ما تا آخر عمرمون همچین کسی رو نخواهیم داشت. نمیخوام بگم همه، ولی واقعا شاید هممون تا آخر عمر کسی به این شکل نخواهد بود که بهمون بگه ببین تا آخر عمرت هر اتفاقی بیفته من سرزنشت نمیکنم، کوچیکت نمیکنم، بد و بیرا بهت نمیگم، تحقیرت نمیکنم، دوستت دارم، حمایتت میکنم، عاشقتم، باهات مهربونم، باهات خوبم، کنارتم. تا آخر عمرمون اکثرا کسی رو نخواهیم داشت که یه همچین چیزی بهمون بگه، چه برسه به اینکه بشه بهش اعتماد کرد. و سوال اصلی من اینه که تو چرا خودت، تو که میبینی چه حال خوبیه یه نفر اینجوری باهات حرف بزنه، چرا خودت به خودت اینو نمیگی؟ کسی باش که بهش احتیاج داری، کسی باش که دوست داری با کنارت باشه.